تولی تمام انا برای آئی خالص کنیت و هو آزات که در آسمانان معبودن، در زمین هم معبودن، در جو هم معبودن، تمام کائنات تها یہ جہان تا لاغ عبادت فقط اللہ ذات نو بس توار کنے در حاجاتان فقط آلائکن کے آرا توار کنے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون فقط آرا توار کنے در سختیات، در خوشیات، در غمات، در تنہائیات، در جماعتا، در بیماریات، در توانگریات، در ناتوانیات، در هر جا، در هر مکان، در هر حال فادعوا الله توار کنید الله چطور مخلصین له الدین خالص کنوک فقط برای توارانا توار و ندا و فریادانا فقط برای خالص کنید پیر را، فقیر را، نبی را، ولی را، ملک را، جن هیچ یک را گو الله هور مکنید هیچ کسا دیگه هور مکنید که موشه یا پیر و یا فقیر یا پیغمبر و یا جبریل و یا میکائیل نه فادعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون هر کجا هسته در مکه، در مدینه، در ایران، در پاکستان، در هند، در عرب، در عجم، هر کجا به عنوان مسلمان فقط الله توار کن وش الله کمک بگیر هر رکعت نماز تا توانه ایاک نعبد و ایاک نستعین پروردگارا ما فقط ترا پرستش کنین و فقط شت کمک گیرین و بس ها یہ عہدہ کنے چمایانه گو اللہ بنماز سرا یہ عہد بندے یہ قرار داد بندے کہ ربا تنہا ماترا عبادت کنین و تنہا شت کمک گرین اگر چنانچہ کسی بیت جنہ و غیر شاء اللہ برایت گرین نظر و قربانی کن غیر شاء اللہ شدگر کمک بگیرتک یہ عہدہ پروشتک گو اللہ کرتا یہ عہد سکھنے بھی گنا سبحان اللہ